سلام دوست عزیز، امروز باز هم گرامر داریم. د جنس له مخې د نوم ډولونه. انواع اسم از نگاه جنسیت. ټول نومونه د جنس له مخې په دوه ډوله دي. تمام نامها از لحاظ جنسیت دو نوع می باشد. نرینه، ښځینه، مذکر، مؤنث. دوست عزیز، در زبان پشتو اسمهای مذکر و مؤنث داریم، یعنی هر اسم به مؤنث و مذکر تقسیم بندی شده که ما چطور بفهمیم که یک اسم مذکر است و یا مؤنث است. نظر به علامه هایی که نشانی شده ما به شما میگم که شما بفهمین. بعد از این درس شما مطلقا میفهمید که کدام اسم مذکر است، کدام اسم مؤنث است. یعنی ما به کدام اسم یک جمله مذکر استفاده کنیم، با کدام اسم یک جمله مؤنث استفاده کنیم، که در زبان پشتو بسیار زیاد مهم است. اکثر کسایی که شما دیدین وقتی زبان پشتو رو یاد میگیرن مؤنث مذکر یاد ندارن. در جمله مؤنث مذکر میگن، در جمله مذکر مؤنث میگن، که خیلی خیلی مهم است. دوست عزیز متوجه باشین، این درس یاد بگیرین. درس مربوط گرامر میشه، بسیار زیاد مفید و مؤثر است. د نرینه نوم نښې. علامه های اسم های مذکر. کوم نومونه او صفتونه چې په پای کې دغه وروسته علامه راشي نرینه نوم ګڼل کیږي. او اسم ها و صفت هایی که در آخر آن ای علامه ها و یا ای حروف ها بیاید او اسم های مذکر نامیده می شوند. یعنی دوست عزیز وقتی که یک اسم در آخر آن امی علامه ها را که من به شما میگم و یا امی حروف ها را در آخر آن امی حروف ها داشته باشه، او اسم چی است؟ او اسم یک اسم مذکر است. لومړی نرمه یا لکه لرګی، منګی، سړی، وږی. دوست عزیز یا ها را ما به شما در بخش یا ها تشریح کردیم. یای نرم، هر اسمی که در آخر آن یای نرم بیاید او اسم چی است؟ او اسم یک اسم مذکر است، مانند لرگی، منگی، سرای، وگی که ما به شما مانا هم میکنم. لرگی هم چوب مانا میده، منگی هم گوزه، سرای مرد، وگی گرسنه. که وقت امی اسم ها شما بمیرین و در آخر ازی و من جمله امی رقم اسم های دیگر که امی یای نرم وقت در آخر از اسم ها بیایه او اسم چی است؟ اسم مذکر است. دویم څرګند واو لکه تالو، چاکو، آلو او داس نور. علامه دوم چی است؟ علامه دوم واو څرګند و یا واو مشخص، واوی که امی رقم صدا میته، مانند تالو، چاقو، آلو و یا اسم های دیگری که به می شکل آواز داره. این کدام اسم هاست؟ اسم های مذکر است. کوچنی هی یا زورکی لکه تره، وراره، نیکه. کوچنی هی دوستای عزیز امو زورکی است که ما به شما در بخش واول ها تشریح کردیم که صدای را میته، یعنی تره، وراره، نیکه، زره. هر اسمی که در آخر آن امی صدا داشته باشد، امی صدا را داشته باشد چی است؟ او یک اسم مذکر است. که تره کاکا مانا میته، وراره برادرزاده، زره قلب، نیکه پدر کلان. څلورم نرم واو لکه پلو، لو، کندو. دوست عزیز علامه دیگهش واو نرم است که امو اسم های کمی رقم صدا داره و یا به می شکل واو داره. او اسم ها هم مذکر است، مانند پلو، لو، کندو. که پلو شما میفهمین پلو، لو درو کردن، کندو هم دیوال درس شده را میگه، که هم اسم های مذکر است. به می شکل شما اسم های دیگر که به می شکل علامه ها داره همش چی است؟ اسم های مذکر است. ولی در آخر دوستای عزیز امین نوت متوجه باشین که نوت چی گفته. شما متوجه باشین نوت ټول هغه نومونه چې په آخر کې اصلي توری راغلی وي او سمایی مؤنث نه وي مذکر ګڼل کیږي، لکه لاس، اور، غل، مل. تمام اسم هایی که در آخر آن حروف اصلی یعنی بغیر از امی حروف اصلی آمده باشد و سمایی مؤنث یعنی مانند مثلا مور، خور، این رقم اسم ها نباشد، یعنی مؤنث سمایی نباشد، مذکر نامیده می شود، مانند
لاس، اور، غل، مل، تمام اسم هایی که یعنی واول نداشته باشد و حروف دیگه آمده باشد در آخر آن، او کدام اسم هاست؟ اسم های مذکر است، بغیر از اسم هایی که مؤنث سمایی و یا مؤنث لفظی نباشد، مانند مور، خور، این نوع اسم ها. دوستای عزیز، میایم به علامه های اسم های مؤنث دخیزینه نمونه خی، یعنی علامه های اسم های مؤنث. هغه نمونه چې په پای کې دغه وروسته علامه راشي ښځینه نوم ګڼل کیږي. او اسم هایی که در آخر آن یا علامه ها یا یه حروف ها آمده باشه، او اسم ها را چی میگیم؟ او اسم ها را اسم های مؤنث میگیم. څرګنده هی لکه اسپه، لخته، پنه، سپینه. یعنی هی که شکل تلفظ آن به می شکل باشه، اسپه، لخته، پنه، سپینه، مثلا صابره، محموده، زرینه، به می شکل باشه، او اسم چی است؟ اسم مؤنث است. زورکی والا یا لکه خوالی، دودی، تپلی، چوکی. این اسم ها هم که در آخر آن یا دنبکدار و یا زورکی والا یا آمده باشه، اسم های مؤنث است. الف لکه ژړا، خندا، نڅا، ملا. او اسم ها هم که در آخر آن الف آمده باشه، اسم های مؤنث است. اوږد واو لکه خارو، زانگو، لامبو. او اسم هایی که در آخر آن واو طویل آمده باشه، او هم اسم های مؤنث است. څرګنده یا لکه قیچی، دوستی، شادی، دښمنی. او یای دو نقطه که دو نقطه پهلو داره که در زبان پشتو یای څرګند میگیم، مانند قیچی، دوستی، شادی. او هم اسم چی است؟ اسم مؤنث است. اوږده یا لکه ادی، ناوی، ملګری. یایی که دو نقطه سر به سر داره، او هم اسم مؤنث است، مانند ادی، ناوی، ملګری و غیره.